بهترین صبحانه که چون هم کلسیوم داره برای استخوان‌ها خوبه و هم منیزیم داره برای رفع کمردرد و اسپاسم عضلات خوبه و هم فسفر داره برای سیستم مغز و اعصاب بسیار عالیه و هم اسید فولیک و آهن داره برای رفع کمخونی خوبه، باعث افزایش قوای جنسی هم میشه و یکی از بهترین آنتی بیوتیک های طبیعی هم هست. این صبحانه نخودآبه. طرز تهیه نخودآبو توی کپشن برات نوشتم. اگه میخوای هر روز اطلاعات خوب سلامتی داشته باشی، کسایی که کله پاچه میخورن لطفاً تا آخر ویدیو رو نگاه کنن. خوردن کله پاچه و زبون و مغز روی همدیگه 20 گرم پروتئین داره که با خوردن نصف یه شونه تخم مرغ برابری میکنه. به خاطر ویتامین آ و ب که داخلش هست نمیذاره هیچ وقت ریزش مو بگیری و پوستت هم همیشه